کدام نمود حج رو کنیم بهتر است؟ شما از جده به کجا می روید؟ با همون مکه. به مکه باشد شما از داخل هواپیما یاد میکنید. عمره نیمو کرده از اید؟ شهر عمره خاک الحمدلله به رحمت الله کدام وقت میسر شد ما رفتن میگیریم اینجا ما به نزدیک است نیمو هواپیما به نمیشینیم ما همینجا زندگی میکنیم اقامه همینجا را داریم. در کجا؟ در کدام شهر؟ همین شهر جیده ده. جده ده. جده می رفته باشید اگر که های حج روید اگر یا برای حج فقط حج نیت کنید یعنی حج افراد کنید شما که عمره بسیار میکنید حج افراد کنید یعنی خالص حج خودش به عمره. حضرت عمر مردم جنگ میکردن که حج تمتع نکن گفته حج افراد کن میگفت اگر اون کس حج تمتع کند میزدن. رضی الله عنه و ارضاه. مقصدشون این بود که برای عمره علاهیده بیا برای حج علاهیده بیا تا اینکه خانه همیشه پر از زائرا باشد گفته. امروز حضرت عمر یه بار بینند که آدمو در نوبت ایستاده از جا نیست برای حج رفتن. روزی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم، ابوبکر صدیق، حضرت خدیجه، حضرت علی، حضرت زید ابن حارثه، حضرت عبدالله ابن مسعود بودن. کنت سادس الاسلام، من ششمین مسلمان ها بودم میگن. یعنی دین اسلام از 6 کس عبارت بود، من ششمش بودم. در گردی کعبه 4-5 نفر آدم بود. امروز بینید جای قدممانی نیست. چقدر آدم ها در نوبت ایستادن ولی نوبت هاشون ناآمده است. حضرت عمر همین خیلی میگفتن برای حج علاهیده بیا برای عمره علاهیده بیافته. نه امروز دیگر پر شد خانه الله تعالی. امید میکنیم که الله تعالی به این مسلمان ها اون صفت مسلمان هایی که پیشتر داشتن عددشان کم بود ولی دنیا رو میل ارزانیدند، یک اخلاق و یک دینداری و اعتقاد و ایمان داشتن که برابر کوه بود. الله تعالی دوباره عزت و شرف و بزرگی را به این امت دوباره برگرداند.